این روزا ماجرای گل منو اذیت نکنید، نه ببخشید، سریال آبکی شهاب حسینی، نه ببخشید اینم نیست. چی بود پس؟ خشتک مهدی تاج، سوتیای جدید خیابانی، یا دامن مجری زن صدا و سیما، انتخابات و چیز فرض کردن ملت شریف ایران؟ نه اینم نیست. آها خودشه، ژینا گل خوشگل من. ژینا گل من، گل خوشگل من. بله، این روزها ماجرای ژینا گل خوشگل من حسابی داغ شد و هر روز و هر ساعت و هر ثانیه و هر صدم ثانیه و هر چیزم ثانیه یه خبر عجیب یا داستان عجیب از زندگی این بانوی موفق و پاک دامن و ایکس میکس سابقشون، یعنی جناب شادمهر عقیلی، داره تو فضای مجازی پخش میشه و خلاصه کار داره به یه آبروریزی خانوادگی و کثافت کاری کشیده میشه. یکی هم نیست این وسط داد بزنه بگه بابا گل منو اذیت نکنین، چشاشو تر نکنین، گل منو اذیت نکنین، چشاشو تر نکنین بعد من. بله داشتم میگفتم تنها آدم حسابی که بین این همه خواننده و دو سلبریتی های عجیب و غریب داخلی و خارجی نشین ایرانی با ذره‌بین پیدا میشد و داشتیم کم کم بهش افتخار میکردیم که نه بابا این یکم فرق داره، آدم حسابی تره، جناب شادمهر عقیلی بود که ایشون هم ظاهرا نخواستن ریا بشو، همرنگ جماعت شدن و کم کم داره آبروشون به چیز عظما میره و سوژه خنده ملت همیشه در صحنه شدن. میدونی سرا بله، ماجرا از اونجایی شروع میشه که ژینا گل خوشگل من ظاهرا 20 سال پیش نامزد یا دوست دختر یا جاست فرند یا کلوس فرند یا هر چی شادمهر خان بود، اما بعد از اینکه شادمهر از کشور فرار میکنه، مهاجرت میکنه و چند تا در و داف لختی پخته تو ویدیوهاش میذاره و ممنوع تصویر و ممنوع ورود و بعدش هم ممنوع صدا و ممنوع کلام و هزار تا ممنوع چیز دیگه میشه، این دوتا از هم جدا میشن و شادمهرم بعد یه مدت عروسی میکنه و ژینا میره سر خونه زندگی خودش. الان بعد از 20 سال کاشف به عمل اومده که ژینا خانم طلاق گرفتن و توی فیلمشون یاد شادمهر کرده و داره مستقیم و غیر مستقیم و با ایما و اشاره و با واسطه و بی واسطه به شادمهر نخ میده که هی شادمهر، من بیدم ژینا گل خوشگل از شوهر زشت خودم طلاق گرفته بیدم، تو و یا منو بگیر دوباره تا با هم وسازیم این زندگی رو عاشقونه. ای بد نبید. اما این وسط هرچی به این خانم حالی میکنم بابا این زن داره، بچه داره، زندگیش هم خیلی عالیه، اما انگار این ژینا خانم گل خوشگل من دست بردار نیست و فاز سریال های ترکی برداشت و میخواد هر جور که شده مخ شادمهر رو بزن و طلاق زنشو بگیره و باهاش عروسی کنه و برن زیر یه سقف و بعدش هم دیگه به ما ربطی نداره دیگه، از اون کارای خاک برسری و سانسوره که دیگه نمیشه گفت. آره، اما این وسط هم زن شادمهر طاقت نیورد و با یه سیستم 119 هجوم آورده به فضای مجازی و اتوبوسشو جلوی دروازه ژینا خانم پارک کرد و هی میخواد نشون بده من و شادمهر عاشق همیم، ما اصلا به چیزمون هم نیست این صحبت‌ها و خلاصه خرط و خری شده این ماجرا و رسما سوژه خنده ملت شدن و یه افتخار و حماسه دیگه به حماسه های دو سلبریتی های جنتلمن و با فرهنگمون اضافه شده. بله، اما تا بحث سلبریتی ها و زندگی های عجیب و غریبشون داغه، بهتر یه سری از ایران بپریم آمریکا و بریم سراغ هالیوودی های پولدار و جنتلمن که تا چیزشون تو پول و ثروت و رفاه و خوشبختی غرق شدن و انقدر که هیچ دغدغه‌ای ندارن دارن به در و دیوار و جاده خاکی میزنن، اصلا معلوم نیست که فازشون چیه. بله، همتون این روزا این دوست پسر جدید سلنا گومز رو دیدین و اولین چیزی که تو این بشر توجهتون رو به خودش جلب کرده این حجم از خوشگل مشکلی و جنتلمنی این آدمه. آخ، اونجوری که رسانه های زرد و قرمز و آبی و انقلابی و اصلاح طلب اصولگرا و از همه رنگ های داخلی و خارجی اطلاع رسانی کردن، این دوست پسر جدید سلنا خانوم اسمش بنی بلانکوه و موسیقیدان 35 سالشه و یه چند ماهی هم میشه تونسته مخ سلنا گومز رو بزنه و سوژه خنده مردم کل دنیا و به خصوص
ما ایرانیا بشه. البته خیلی ها قبول ندارن که اصلا مخزنی تو کار باشه و میگن پای یه دعانویس کثیف تو کاره و خیلی از دختر پسرهای ایرانی هم که از قضا اونا هم مثل عمو بلانکو و خوشگل مشکلن بعد جور دنبال دعانویس ایشونن، اما بعید به نظر میرسه که بتونید کشفش کنید. چون میدونید چرا؟ خودم قبل از شما خیلی گشتم نبود نگرد نیست. البته اینم بگیم که قضاوت کار خداست، درست نیست که بنده های خدا رو ما بیایم قضاوتشون کنیم، چون که این بنده خدا خیلی چیزای خوبی هم داره، مثلا اینکه یه موسیقی دانه، ترانه نویس خوبیه و حتی با خیلی از خواننده های معروف دیگه جایزه جایزه گرمی برده. بله اینم بگیم که ایشون با این حجم از خوشگلیشون که با یوزارسیف برابری میکنن یه مولتی بیلیونر و تریلیونر و از این چیزا هستن و پولشون از پارو که چه عرض کنم از برج میلادم بالاتر. اما خب شاید بگید که پیش میاد دل دیگه جوون و دل که عقل و منطق نمیشناسه، عشق که جغرافیا و قیافه و پول نمیشناسه و دل دنبال عشق و دوست داشتن و محبت و از این حرفای دوران بلوغی و تینیجری تحویلم بدید. آره عیبی نداره، مشکلی نداره، آره بگید باشه، ولی آخه اینو به من بگید که سلنا جون جوان بود و خر شده ولی مونیکا دیگه چه درد داشت آخه. آخ مونیکا از اونجایی که شما جوانهای چشم و دل پاکی هستید و احتمالاً مونیکا رو نمیشناسید، شاید بپرسید مونیکا کیه و منم با دلی پر از اندوه و غم و بغض و اینا مجبورم بگم که مونیکا بلوچی. بله مونیکا بلوچی، همون مونیکایی که از فیلم مالنا یه دنیایی رو تو حسرت خودش گذاشته بود و نمونش همین جواد کاظمیان خودمونه که از وقت فیلم مالنا رو دیده بود تو کف تو عشق، نه اینم که نمیشه چیزه، عاشق این خانوم شده و حتی علی انصاریان خدا بیامرزم یه چند باری مونیکا رو براش خواستگاری کرد، اما خب ظاهرا تایپ و سلیقه مونیکا خانوم ایشون نبودن بلکه اوشون بودن. بله این اوشونی که میبینین دوست پسر جدید مونیکا بلوچی معروف اسطوره زیبایی سینما هستن. البته الان فکر کنم دیگه عروسی کردن و کار از کار گذشت و زن و شوهر هم شده باشن و یه داغ بزرگی رو برای 4مین نه 5مین بار روی دل جواد کاظمیان گذاشته باشن. حالا چرا 4 تا؟ چون اوشون 4مین 5مین یا شاید هم 6مین شوهر خانم مونیکا هستن. قدیمی‌ها همیشه یه چیز جالبم و بی‌ادبانه میگفتن و اونم اینه که همیشه سیب سرخ و آهو گاز میزنه و واقعا مصداق کامل این ضرب المثل ایرانی همین خانم مونیکا و اوشون هستن. البته الان دیگه مونیکا سیب زرد شد و دیگه اون سیب قرمز نیست، ولی واقعا اوشون همون آهویی دارم خوشگله، فرار کرده زد دستم، آره همونه. اینم بگیم که اوشون اسمش تیم برتونه و یکی از معروفترین کارگردانای جهانه و خیلی از فیلم‌های درجه یک مثل ادوارد دست قیچی، آلیس در سرزمین عجایب و بتمن و کارتون‌های خیلی خوبی رو کارگردانی کردن و ساختن و خیلی هم آدم جنتلمنی هستن و حداقل از این جهت از دوست پسر عتیقه سلنا گومز خیلی بهتر و سرتره و خلاصه که مبارکشون باشه دیگه، هرچه لایق. اما سیاه نمای دیگه بسته و همیشه اوضاع هالیوود هم انقدر خیت نیست، انقدر سیاه و سفید نیستن. بعضی وقتا هم دو سلبریتی هاشون انتخاب های خوبی دارن و یکی مثل خودشون آدم حسابی برای زندگی پیدا میکنن. نمونهش هم همین آقای متیو پری، البته مرحوم مغفور متیو پری. ایشون بازیگر نقش چندلر بینگ تو سریال فرندز هستن و با این سریال تبدیل به یه اسطوره و نماد فرهنگی تو سراسر جهان شدن. آقای متیو پری تو اون 10 سالی که داشتن سریال فرندز رو بازی میکردن عاشق خانم جولیا رابرتس مشهور میشن و یک دل نه 100 دل عاشق میشن و خانم جولیا همچین بدش نمیومد از متیو و خلاصه کار به چشم و ابرو و چشمک بازی و شماره دادن و قرار مدار کشیده میشه و خیلی زود این رابطه هم شکل میگیره. اما تو اون زمانه که موبایل و این چیزا نبوده، چون هر دوتاشون هم بازیگر بودن و تو 2 تا ایالت مختلف کار میکردن، خیلی وقتا مجبور بودن تلگراف بزنن به هم و پیام‌های عاشقانه‌شون رو با بیپ بیپ تلگراف و اینا بفرستن. تو این دوران خوشناک عشق عاشقی یه سری افکار کثیفی به ذهن آقای پری میزنه که چرا جولیا با این حجم از زیبایی و خوشگلی عاشق من شده، من لیاقت این زن رو ندارم و از این چرت و پرتا و کلن اعتماد به نفسش میاد زیر 0 و به منفی 0 هم حتی
کشیده میشه. به همین خاطر یه تلگراف بیپ 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 سوزناک برای جولیا میفرسته و رابطه‌شون رو تموم میکنه. به همین سادگی و به همین خوشمزگی. خدا شانس رو به کیا میده؟ آخه یکی هم دعانویس نداشت و خدا دوستش داشت، خودش باید باید گم بزنه به زندگی خودش. بله، و اینجوری میشه که زندگی عاشقونه این زوج مشهورم تو اوج به پایان میرسه و تو اوج رابطه و ترس این که تو آینده هم دیگر رو از دست میدن خلاص به پایان میرسه. تو همون حال از هم جدا میشن و اصلا کار به آینده هم کشیده نمیشه. بله دوستان، این ویدیو هم به پایان رسید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد و از دیدنش لذت بردید، کانال ما رو ساب کنید، زنگوله رو بزنید، لایک کنید، کامنت بذارید و خلاصه هر کاری که تونستید انجام بدید. تا ویدیو بعدی، فعلا خدا نگهدار.